افسانه‌های جالب، قصه‌های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان‌های افسانه‌های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه‌های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. سلام نبیره های بیبی. انا باز وقتی افسانه خوانی رسید. امروز من به شما از افسانه های خلق تاجیک یک افسانه زیبای یتیمچه و خواجه را میخوانم. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. یک خواجه مکار بود، بی‌رحم بود و بی‌عار بود. وای صاحب یک حولی درون به درون و یک باغ سرحوضدار بود. آخیلش پوری گوسفند بود و تخانش پوری خمهای آرد و برنج و روغن و گوشت بود. یک زنی خاله بیغمی بیکار خوجه داشت و فرزند نداشت. یک یتیم بچه بیکس و کوی را از سحر تا شام کار می‌فرمود و نانی سری نمیداد. یک روز خواجه یتیم بچه را جیغ زده گفت: ای گوش کن، من و ینگت پگاه مهمانی میرویم. تا آمدن ما با دو پا راست میستی. همین خیل کن که کله گوسفندان از آخر برداشته نشود. روی حولی را همین خیل تازه کن که روغن ریزی لیسیده شود. دریچه باغ از پشتت کنده نشود. دیگی میسی چارگوشه بالای الاو باشد و آبی گرم تیار باشد. فهمیدی؟ فهمیدم. همش گفتگیتان بری می شود، گفت یتیم بچه. خواجه روزی دیگر پگاهی همراه زنش برآمده رفت. یتیم بچه همان زمان به آغیل در آمد و به آخرها خاشاک پرتافت. گوسفندان فشار فشار خوردند و سیر شده سرشان را از آخر برداشتند. یتیم بچه: او خواجه این کله گوسفندان از آخر بالا نشود گفته بودند. گویان همه گوسفندان را سر بریده کلهشان را در آخر گذاشت. بیرون برآمد و این طرف و آن طرفی حولی را جورب زده، بعد خمهای روغن را برآورده به حولی ریخت. انا اکنون روی این حولی لیسیدن باب شد، گفت و بعد سری آتشدان رفت. دیگی میسینی کلانی چارگوشه را بالای دیگدان ماند و یک درخت میوه‌دار را افشانده پاره کرده به تک دیسی میز خیرمند کرد. بعد از این تازان رفت و گفتگی بای بابا بر این شود گفته دریچه باغ را کنده به پشتش بست و دوان به کوچه برآمد. همین وقت خواجه و زنش آمده ماندند و خدمتگارشان را دریچه در پشت دیده حیران شدند. یتیم شوم، این چه مسخره بازی؟ چرا دریچه را کنده به تخت پشتت بسته ای؟ گفت خواجه. خواجه این برای چی خفه می شوید؟ گفت یتیم بچه. من گفتگیتان را کردم، دریچه از پشتت کنده نشود نگفتید مگر؟ یتیم بچه به حولی در آمد و خواجه و زنش از دنبالش در آمدند. در آمده روغنی روی حولی را دیده هوش از سرشان پرید. این چی کاری کردگید یتیم شوم؟ گفته فریاد زد خواجه. خواجه این روغنتان فقط 3 خم بوده است، هر 3 را ریختم، لیسیده نشود عیبی من نه؟ گفت یتیم بچه خواجه اینش را تسلی داده. خواجه با 2 دست سرش را داشته سوی آشخانه دوید. دید که دیگی میسی از پدرش میراث مانده آب شده درونی آتشدان ریخته است. بای بابا، با درونی آغیل در آمده گوسفنده ها را بینید.
گفت اگه اتون بر این کردم. گفت یتیم بچه. خواجه به آخر در آمد. گوسفندانی سربریده را دیده دنیا به نظرش تاریک شد. سرش چرخ زد، از هوش رفت و پهلوی گوسفندانی سربریده افتاد و جان داد. یتیم بچه دریچه را از تخت پوشتش کشاده برتافته برآمده رفت و جانش را از ظلم بای بیرحم خلاص کرد. انا همین بود افسانه یتیمچه و خواجه. اصلکانی بیبی و یکایک شما خوابی شیرین خواهانم. با شما بودم بیبی افسانه گویتان براحت بانا. افسانه های جالب، قصه های رنگین، دلیری و چالاکی قهرمان های افسانه های خلق تاجیک در برنامه خواب شیرین برای بچه های عزیز و شیرین از رادیوی تاجیکستان. خوابتان شیرین برای